احتمالی بالا رفتن ارزش نیروی برق از 1 فوریه امسال برخی از ساکنان را نگران کرده است. در شب و روزی که اکثر ساکنان در تاجیکستان آن را با محدودیت دسترس می‌کنند. ساکنان میگویند این تغییر به وضع زندگی آنها بی تاثیر نخواهد بود. در حقیقت خیلی مشکل است. بالا برداشتن قوای برق در حقیقت در این شرایط مشکل است برای خلق. خیلی خوب میشید که همین برق ارزانتر میکردن که نیک احوالی خلق بهتر میشد. مثل این ساکنین ناحیه مومن‌آباد دیگر ساکنان هم از گرانی ارزش برق نگرانند. فرض کرده من نفقه خور هستم. من همین ماه علاقه یکم وای اومد الکترونی وای اومد سابشنی اومد که 654 سومون یک لینیای من کار کرده. فهمیدین یک وای من کار کرده. من دقیقاً خیلی فکر کنین که 500 600 خیلی من 1000 سوم همین نفقه هم باشه. این برای ما قینه. مقصد خیلی ما نبیره داریم خانه دا مهمون میبیه خیلی یکون کس میبیه اقلان باید مهمونداری کرده یک طرف دوای میکنیم که سرانو برای همون قمو دا بسیار دشواره مقصد هر معاش که بلند شد قوای برقم پولش زیاد شدن میگیرد خیلی تا قدر امکان میرسد. منابع نزدیک به شرکت برق تاجیک گفتند نرخ هر کیلووات ساعت برق برای اهالی 17% زیاد شده از 35 از 136 درم تا به 41 از 137 درم بالا برده می شود. تاکنون 100 کیلووات ساعت نیروی برق 35 سومونی می شد. اکنون کمی بیشتر از 41 سومونی خواهد شد. برای کارخانه ها و اداره ها نیز ارزش برق متناسباً 17% بالا برده می شده است. مقامات هدف از افزایش نرخ برق را به رشد ساحه انرژتیکا و رسیدن به خودکفایی شرکت برق تاجیک و شبکه‌های انتقال و تقسیم برق را می‌دهند. کمال‌الدین سیراج‌الدینوف کارشناس ساحه انرژتیکا بر این است که گرانی ارزش برق با طلب بانک جهانی صورت گرفته است. این می‌دونید سبب اساسی همین هست که تشکیلات‌های بین‌المللی با سرداری بانک جهانی و طلبات قطعی موندگی‌اند که نرخ برق در آینده باید از 6 سنت کم نباشد. 6 سنت. اگه حجره کورس موقتی نزدیک 70 درم می شود. اگه 6 سنت اون معنا ندارد که این برای اهالی عموما برقی که برق تاجیک میفروشد باید از 6 سنت در حساب میانه کم نباشد. انمی 6 سنت اینا مرحله به مرحله سال به سال زیاد کرده هوای به نزدیک شده ایستادیان. او شرح داد که بانک جهانی با نظرداشت خرج و درآمد و وضع مالی نظام انرژتیکی به تاجیکستان توصیه می‌دهد ولی هنگام بالا بردن ارزش برق وضع اجتماعی مردم باید به این نوبت گرفته شود. به نظر کارشناس در داخل برق تاجیک به سه شاخه جدا شده است. مسئله کم کردن خرج مالی باید دیده شود زیرا این مسئله به ارزش نیروی برق تاثیر می‌گذارد. قوه گیزر انرژتیک بی‌نهایت ارزان است استحصال قوه برق. ولی چون که ما برای آب پول نمی‌سپاریم آب برای ما بی پول است برای قوه با استحصال کردن آب گیس نورک بی پول استفاده می‌برد همون تکوش اکسپلواتاسیون راسخوده میکنه ایسوس چیزا همش از 2 درم زیاد نمیشه. انا بعد میبرد شبکه‌های انتقال برق راسخودش بیاد بسیار اینجا با پاتر الکتریک انرژی تکنیکی پاتر کامرچیکی پاتری میشود بعد میبیاد شبکه‌های تقسیمات برق با و یا ایلوه میشود همش ایلوه شده من 2 درمی که از گس میبرد اومده در خونه من و شما به 35 درم شده باور میکنید این چقدر برای همین پیش گرفتن کم کردن باید آخر داخل برق تاجیک داخل همین 3 ارگان با کارو دیده باید برده شود که و راست خودشون کمتر کنن. شرکت برق تاجیک موضوع را شرح نداد و معلوم نیست که بانک جهانی در عموم برای رشد نظام انرژتیکی تاجیکستان چقدر سرمایه گذاری کرده است. قبلا این نهاد مالی با پیشنهاد 134 میلیون دلار یاری به برق تاجیک گفته بود نرخ نیروی برق را باید بالا برند وگرنه شرکت از نگاه مالی استوار نخواهد بود. اقتصاددانها از استفاده ناشفاف قرضهای سازمانهای مالی در تاجیکستان میگویند доимо мо дар ҷумҳурии тоҷикистон рушди энергетика мегӯему лекин мардум аз норасоии барқ ин қадар азияту азоб мекашад. хубтар мешуд ки ҳамин харҷҳо барои мардум шаффоф мебуданд барои мардум ошкор мебуданд ки ба кадом самтҳо ин маблағҳое ки аз мардум ситонида мешавад гӯё бо баҳона ё ки бо мақсади рушди энергетика хуб мешуд ки ҳамин
харҷҳо баҳри рушди энергетика шаффоф мебуданд. шеваи мудирият ва шаффофияти кор дар низоми энергетикии кишвар дар гузашта низ борҳо интиқод шудааст. тасмими боло бурдани нархи барқ дар ҳоле сурат гирифт ки сокинони рӯстоҳои тоҷикистон аз маҳдудият ва ё камбуди барқ азият мекашанд. мақомот бори охир моҳи апрели соли 2025 арзиши барқро зиёд карда буд.